یه چیز جالبی که هست، گاو میشا خیلی به آب وابستن، باید شنا بکنن و بیشتر وقتا تو آبن، میرن میان. حالا استفاده زیادی که ازشون میکنن بیشتر از شیر و گوشتشونه. این یه رفتار خیلی جالب تو هم شهر اهواز هم اینجا شهر بصره خیلی دیدم، خیلی جالب بود. گفتم اینو بهتون بگم که وقتی که نیاز داره بدن به اون چیزهایی که باید همیشه برای تکاملش و برای سلامتش باشه لازمه انجام بده، اینا اگه نیاز به آب دارن باید همیشه توی آب باشن، یا بیشتر وقتا شاید عجیب غریب باشه برای خیلیا، ولی خب چیزی که وجود داره و وقتی که نیاز باشه، مثلا پروتئین و گوشت برای انسان، اونو انجام بدید. نگید که چیز بدیه یا دکترها منعش کردن. درسته وقتی که شما همه چیز قاطی پاتی استفاده میکنید همه سیستم بدن به هم میرزه و این اتفاق خوبیه که برای کسایی که راحت میخوان وزن کم بکنن، اینه که اون اصل هایی که گرفتن انجام بدن، اون اتفاقات خیلی خوب و عالی براشون میفته. اینم از گاو میشا که یه حموم حسابی کردن امروز. اینم شطول عرب و این قسمت هم سوپر نفتی بصره.